داستانش عرض کردم. اومد در یه مغازه گفت این از من میخری؟ جواهر فروشه گرفتید. این جواهرها در خزانه امپراتوری خیلی قیمتیه. گفت ببینم تو اهل کجایی؟ گفت من یک زن تنها هستم، شوهرم تاجر بود، جواهرات میخرید میفروخت، دزدای دریایی حمله کردن، شوهرم کشتن. گفت از این جواهرها بازم داری؟ گفت آره دارم. گفت خونتون کجاست؟ گفت من اینجا غریبم، کسی رو ندارم. بهرام جواهر فروش گفت من تو رو میبرم منزل به جای خواهرم، در منزل من باش، زندگی کن و این جواهراتم دانه دانه بفروش. اینم از خدا خواسته آمد منزل بهرام جواهر فروش. حالا فعلا سر ملیحه گرمه، رامشگرم داره برای برزو رامشگری میکنه. برزو رو در زندان داشته باشین، ملیحرم داشته باشین که برزو رو چجوری میخواد آزاد کنه و برداره بره. تا به داستانش برسیم عرض کنیم آه 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 آه. امان از مادر زن قرقرو.